بسم الله الرحمن الرحیم. فرید بلوچ هستم از شهرستان سراوان. در خدمت پهلوان عبدالغفور زنگشاهی هستم. پهلوان یک سری مشکلات دارم از تمام دوستان که خیرخواه انسانیت هستند درخواست میکنم که پهلوان در حد توان کمک بکنید و پهلوان خودشون هم چند جمله حرف میزنن در مورد درخواست کمک و کارتی که گذاشته. دوستان عزیز، من درخواستم همینه که استاد فرید جان همون کارتی که گذاشته همون صحیح است و تو هر درد بنده، تو هر مشکلات بنده شریک است و از شما دوستان عزیز یعنی یک تقاضای عاجزانه دارم. هر کسی بخواد یک کمکی درخواست من بکند، همون کارت آقای فرید صحیح است، از دل و جان من میپسند. امروز هم 30 تیر ماه 1401. بسم الله الرحمن الرحیم. فرید بلوچ هستم از شهرستان سراوان، شاگرد پهلوان عبدالغفور زنگشاهی که بنده حقیر 5 سال شاگرد استادم و الان استاد برگاشون قطعا، با وجودی که قبض ما پرداخت کردیم هنوز برق وصل نشده. این الان زندگی یک هنرمند ماهره، خب نوازنده و اسطوره بلوچستان. یه آشپزخانه بعد هم اینم یخچال استاد. این یخچال استاده، این یخچال استاده. یعنی تو خونه استاد امکانات رفاهی یعنی صفر هستن. هیچی استاد نظر امکانات رفاهی نداره. این کولر کم خرابه، این کولر الان نگاه کن، این هم کولر استاده دیگه. استاد اونم اتاق خواب استاده روبرو. استاد کل امکانات استاد همینه دیگه. الان انشالله استاد خودش حرف می خونه هم اجاره ماه 2 میلیون برای همین خونه میده و سخت هم در مضیقه فعلا اجاره ها غم مونده. ما هم تا حدودی دادیم و هنوز هم امید میکنم که انشالله مشکلات استاد حل بشه.